سلام. تا حالا شده یکی جلوتون خمیازه بکشه و شما هم ناخودآگاه همون لحظه خمیازه بکشید؟ جالبه بدونید این اتفاق به قدری رایجه که اسمش رو گذاشتن خمیازه مصری. ولی چرا همچین چیزی وجود داره؟ واقعاً چه دلیلی داره که فقط با دیدن یا شنیدن خمیازه یکی دیگه بدن ما هم همون واکنش رو نشون بده؟ بذارید براتون توضیح بدم. یکی از معروفترین نظریه ها میگه این پدیده به همدلی و ارتباط اجتماعی ما مربوط میشه. داخل مغز ما سلول‌هایی به اسم نورون‌های آینه‌ای وجود داره. این نورون‌ها وقتی رفتار یا حالت کسی رو می‌بینیم، همون رفتار رو در مغز ما شبیه سازی می‌کنن. ما بیشتر از همه از آدم‌های خمیازه می‌گیریم که بهشون نزدیکیم، مثل دوست صمیمی یا اعضای خانواده. و حتی با دیدن عکس یا ویدیو هم میشه این حس رو گرفت. راستش مطمئنم تا همین الان شما هم چند بار حس خمیازه بهتون دست داده. جمع‌بندی کنیم. خمیازه مصری یه پدیده کاملاً واقعی و عجیب غریبه. هنوز دانشمندا به جواب قطعی نرسیدن، اما قوی‌ترین توضیح همون نظریه همدلی هست. این که مغز ما طوری طراحی شده که با بقیه هم حس بشه، بلکه نشونه‌ای از ارتباط عمیق مغز شما با دیگرانه.